افسانه بیبی گنبوسک از افسانه‌های خلق تاجیک. بوده است نبوده است، یک بیبی گنبوسک بوده است. او در تک یک دیواری کهنه خانه داشته است. وی روز تا بیگاه در کنج خانه اش تنها می نشسته است و خفه می مانده است. تا کی من این خیل تنها زیق شده می شینم؟ گفته است یک روز خود به خود بیبی گنبوسک و از خانه اش برآمده از بین سنگ و کلوخ، چوب و علف گذشته رفتن گرفته است. رفته ایستاده بوده است که از پیشش قورباغه برآمده مانده است. قورباغه بیبی گنبوسک را دیده پرسیده است: وق وق ها، بیبی گنبوسک کجا می روی؟ تنهایی به دلم زد، گفته است بیبی گنبوسک. دوست کابی می روم. بیا دوستی من شو و مان، تکلیف کرده است قورباغه. تو همراه من خفه نمی مانی، زیق نمی شوی. هر وقت که قه زده سرود خواندم، همه غم و علامت برآمده می رود. میلش من راضی، لیکن گوی که اگر یگان وقت قهرت آمده ماند چی می کنی؟ پرسیده است بیبی گنبوسک. قهرم بیاید، گفته است قورباغه. چشمهایش را علا کرده از پایت کشیده به آب غرق می کنم. نه آزارم و بیزارم، طاقت این خیل دوست ندارم، گفته است بیبی گنبوسک و به راه خود رفتن گرفته است. رفته ایستاده بوده است که از پیشش خرپشتک برآمده مانده است. خرپشتک پیش راهی بیبی گنبوسک را گرفته پرسیده است: ها بیبی گنبوسک، کجا رفته ایستاده ای؟ از تنهایی بسیار زیق شدم، گفته است بیبی گنبوسک. دوست کابی رفته ایستاده ام. بیا دوستی من شو و مان، تکلیف کرده است خرپشتک. خارهای پشتی من تو را از هر خیل خف و خطر نگاه می دارند. من کو راضی، گفته است بیبی گنبوسک. لیکن گوی که اگر قهرت آمده ماند چی می کنی؟ اوه، آن وقت خارهایم را به بدنت خلانده می گیرم، گفته است خرپشتک خارهایش را سیخ کرده. نه آزارم و بیزارم، طاقت این خیل دوست ندارم، گفته است بیبی گنبوسک و برای خود رفتن گرفته است. وی باز از بین سنگ و کلوخ، چوب و علف گذشته تک یک خانه رفته ایستاده بود است که موشک از دری خانه اش سر برآورده پرسیده است: ها بیبی گنبوسک، این خیل فکر و خیال کرده و کجا رفته ایستاده اید؟ دیگر طاقت تنهایی ندارم، جواب داده است بیبی گنبوسک. دوست کابی رفته ایستاده ام. من هم دوستی نغز کافته گشته بودم. بیایید نباشد با هم دوست شویم، تکلیف کرده است موشک. شما خانه مرا می روبید، خوردنی ام را سرانجام می کنید. من باشم هرچی یافته می بیایم و همراه خورده می گردیم. من کو نه نمی گویم، گفته است بیبی گنبوسک. لیکن مبادا قهرتان آمده ماند چی می کنید؟ شما را؟ پرسیده است موشک. هزار قهرم بیاید هم فقط با دمکم سیله کرده می مانم. بابی دلی من بودید، تابی دلی من بودید، گفته است بیبی گنبوسک خرسند شده. بعد موشک او را با عزت و حرمت به خانه اش گرفته در آمده است و هر دو دوست شده زندگی کرده گشته اند. موشک هر روز کلبار به پشت و عصا به مشت گرفته رفته خوردنی های با مزه یافته می آمده است. در خانه اش را تیق کرده
می گفته است: دزدکی مهربانم، خوش دل و خوش زبانم، مغز و مویز آوردم، هر گونه چیز آوردم، تستر اینجا برایت، در را به من گشایید. بیبی گنبسک این گپ را شنیده تختمی برآمده است و در را گشاده چیزهای آوردگی مشک را برده جابه جا می کرده است. بعد هر دو تا روز دیگر چق چق و گپ زنان کرده می نشستند. روزی میری موشان ضیافت داده است. دوستی بیبی گنبسک موشک را هم به ضیافت خبر کرده است. موشک تنها رفتن نخواسته، بیبی گنبسک را نیز همراهش برده است. این موشک را بیننده گفتند موشکانی بوی پیشگه نشین، همه را مانده با یک گنبسک بینور آشنا شده است. این موشک اینقدر دوستی نغز یافته است، گفتند موشکانی پایگه نشین، مویز سیاه برین، انا روی زیبای و انا چشمانی شهلا. موشکی بدبخت گفته است دختر میری موشان خودش همین قدر نازنین و با یک گنبسکی سیب سیاهی بدافت دوست شده است. دختر میری موشان و دوستی آنها رشک کرده بیبی گنبسک را بعد دیده مانده است و از پی نابود کردنی بیبی گنبسک افتاده است. یک روز موشک خوابی رفته بیبی گنبسک تنها مانده بوده است که دختر میر موشان آتشگیرک را تفسانده و تگ در آمده است و آوازش را موشک برین کرده گفته است: دوستکی مهربانم، خوش دل و خوش زبانم، مغز و مویز آوردم، هر گونه چیز آوردم، تستر اینجا برایت، در را به من گشایید. بیبی گنبسک وی را موشک گمان کرده برآمده در را گشاده است. همین که در را گشاده است دختر میری موشان به سرش آتشگیرک تفسان را زیر کرده است. بیبی گنبسک بیهوش شده افتیده است. بعد دختر میر موشان بیبی گنبسک را از پایش کشاله کنان برده به جوی پرداخته است. بیبی گنبسک بعد چند وقت به هوش آمده چشمانش را گشاده دیده است که از کوچه مورچه اسب سوار گذشته رفته ایستاده است. بیبی گنبسک به او نگاه کرده گفته است: اسبی علا تقر تقر، زین و لجام شقر شقر، بی نگر موشک را بگو، کل بار در پشتک را بگو، عصا در مشتک را بگو، بگو دوستی عزیزی تو با عقل و با تمیزی تو، افتاده در جوی روان روی تنک و موی تنک. مورچه گپی بیبی گنبسک را شنیده چهار طرف را کافته موشک را یافته است و واقعه را گفته داده است. موشک تازان به لب جوی آمده و بیبی گنبسک دست دراز کرده است، اما بیبی گنبسک قهر کرده دستی او را نگرفته است. موشک زاری کرده گفته است: دختری کاکل دراز، دستکت کن دراز، مغز و مویز آوردم، چرا میکنی عراض؟ بیبی گنبسک از قهرش نفر آمده گفته است: چی کار کنم مغزی تو، چی کنم مویزی تو، آمد دختری میری تو، سر جیز جیز و تن جیز جیز. موشک بیبی گنبسک را نوازش کرده از آب کشیده گرفته است و به خانه اش آورده نگاه و بین کرده است. بعد چند وقت
بیبی گنبوسک صحت شده است و آنها هر دو مانند پیشتر دوستانه زندگی کرده گشته‌اند. از همان وقت سر کرده موشک توبه کرده است که دیگر هیچگاه به خانه میر موشان نمی رود. افسانه به آخر رسید.